سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام اسم موژان رو با 8 تا خط مختلف خدمتتون بنویسم. خب اولین خطی که میخوام اسم موژان رو بنویسم خط نستعلیق هستش. ببینید یه دونه میم رفت و برگشتی به این صورت مینویسیم، میام جلو واو رو مینویسم، یه دونه ر با ارتفاع 2 نقطه قرار میدم، یه دونه الف 3 نقطه ای میزنم به این صورت و بعد از اون یه دونه نون به این شکل ترسیم میکنم، نقطه رو هم میذارم وسط، نقطه های ژ هم که 3 تا هستن به این صورت قرار میدیم. در رابطه با نوشتن حرف نون من یه مختصر توضیح خدمتتون بدم. ببینید یه دونه الف کوتاه میاد پایین، بعد این دایره‌مون بهش اضافه میشه که این انتهای دایره ببینید به سمت راست نگاه میکنه و نقطه اینجا وسط قرار میگیره. ارتفاع این دایره‌مون 4 نقطه خواهد بود و فضای داخلی دایره‌مون هم 3 نقطه خواهد بود. این انتهای دایره از ابتدامون یه نقطه پایینتر قرار میگیره که اینا رو باید موقع نوشتن رعایت بکنیم. خب میخوام اسم زیبای موژان رو به خط شکسته هم خدمتتون بنویسم، دقت داشته باشید. ببینید مو رو دوباره مینویسم، رفت و برگشتی به این صورت، واو رو بهش اضافه میکنم، خب ر رو مینویسم، میام بالا و یه الف مینویسم، از اینجا هم نون رو به این صورت به صورت برگشتی مینویسم، نقطهش رو میذارم اینجا، اینم از نقطه های حرف ژ. این الف در خط شکسته میتونیم وصل کنیم. ببینید ر رو که نوشتیم میام به سمت بالا، الفم رو وصل میکنم و بعد از اون میتونم نون رو هم به این صورت بنویسم. اینا رو حتما به نوشتنتون اگه میخواین خط شکسته یاد بگیرید رعایت بکنید. خب موژان رو میخوام به خط نسخ هم خدمتتون بنویسم. ببینید یه دونه میم رو به این صورت مینویسیم، میام جلو واو رو مینویسم، پایینش به این حالت یه مقدار با قوس میام این قسمتم رو، بعد از اینکه اینجا مقداری عمود اومدم روی خط زمینه یه مقدار قوس دار میام جلو و آخرش رو پرتابی مینویسم، یه دونه کج میزنم، دوباره مثل پایین حرف واو حرف را رو تکمیل میکنم. الفی که مینویسم خیلی جزئی به سمت چپ تمایل داره و نون رو هم به این شکل میتونیم در خط نسخ بنویسیم. همچنین این نون رو میتونستیم به صورت کشیده هم بنویسیم. به این صورت بیام پایین، کشیدم رو اعمال کنم و یه نون زیبا به صورت کشیده بنویسم. این نون کشیده رو دوباره مینویسم، ببینید به این صورت کج میام و بعد از اون کشیدم رو بهش اعمال میکنم. این قسمتی که میافتیم پایین تا اینجا میایم، انتهای کشیدمون هم با اون قسمتمون همسط خواهد بود. خب نوشتن اسم موژان به شیوه خط هما. در خط هما ما میم رو به این صورت می نویسیم، کج میام پایین، روی خط میرم جلو، میرم به سمت بالا، کج اومدیم جلو، واو رو به این صورت می نویسم، ر قوسدار نوشته میشه به این شکل، الفمون هم قوسدار نوشته میشه و در نهایت یه دونه نون که به این مدل می نویسیم. 2 تا نقطه داشته باشم، یه دونه خط میزنم، یه دونه نقطه، یه دونه دایره هستش به این صورت. در نوشتن اسم موژان به سبک خط دستنویس به این شیوه عمل میکنیم. ببینید میم رو به این حالت می نویسم، میام جلو، واو رو تو خالی می نویسم به این صورت، ر رو هم مثل واو هم مسیر می نویسم، الف هم یه مقدار میتونه کج نوشته بشه و نون به این صورت میام جلو، آخرش رو برمیگردم به این سمت، نون رو میذارم، نقطهش رو میذارم اینجا و نقطه های ژ رو هم به این صورت قرار میدم که مثل خط هما میتونیم برای 2 تا نقطه یه دونه خط کوچیک ترسیم بکنیم. خب موژان رو میخوام به 3 سبک انگلیسی هم خدمتتون بنویسم. اولین سبکی که میخوام بنویسم و خیلی راحت هستش سبک پرینته. ببینید میرم بالا، کج میام پایین، کج میرم بالا، صاف میام پایین، یه دونه بیزی به این صورت ترسیم میکنم، میشه او، جی به این صورت نوشته میشه، یه دونه نقطه اینجا میذارم، او رو مینویسم،
بغلش یه دونه خط صافی رو میام پایین میشه A، یه خطی رو میام یه مقدار قوس میدم و بعد صاف میام پایین، اینم میشه حرف N. پس همینطور که میبینید ما با O میتونیم A هم بسازیم. O رو مینویسیم، کنارش یه دونه خط تیره، یه دونه خط عمود قرار میدیم و اگه اون خطم رو ببرم بالا میشه D، بیارمش پایین به این شکل میشه Q و به این شکل بیام پایین اندکی به سمت چپ تمایل بدم میشه حرف G. خب موژان رو میخوام به سبک کرسیو هندرایتینگ هم خدمتتون بنویسم. تو سبک کرسیو ما حروفات و کلماتمون رو به صورت زاویه دار مینویسیم، کج مینویسیم. ببینید M رو کج مینویسم به این صورت قسمت آخرش. خب میام جلو O رو مینویسم، دوباره میرم جلو وصل میکنم به J، حرف A به این شکل وصل میشه، میرم بالا حرف N رو به این روش بهش اضافه میکنم. در نوشتن به سبک کرسیو تا جایی که امکان داره ما خودکار رو از روی کاغذ بر نمیداریم. اگه طول کلممون بیشتر باشه میتونیم یه بار خودکار رو برداریم، اما اگه کلممون مثل این اسم زیبای موژان کوتاه باشه میتونیم در یک بار که دستمون رو روی کاغذ قرار میدیم این خودکارمون رو حرکت بدیم و با یک بار قرار دادن دستمون یا نوک خودکار روی کاغذ اسممون رو یا کلممون رو بنویسیم. خب میخوام اسم موژان رو به سبک کاپر پلیت هم خدمتتون بنویسم. خب کاپر پلیت رو معمولا با خودکار مینویسم، با خودکار زخیم مینویسم. خب حالا من اینجا یه دونه با این خودنویسی که دارم مینویسم، یه دونه هم با این خودکار براتون خواهم نوشت. در خط کاپر پلیت ما حروفاتمون مثل سبک کرسیو که اینجا نوشته بودیم باز کج نوشته میشن که توی دوره‌های آموزشی مفصل در رابطه با این زاویه ها اینا خدمتتون توضیح میدهم. و همچنین یه نکته مهمی هم که هستش، در سبک کاپر پلیت ما میتونیم خودکار رو برداریم، چندین مرتبه میتونیم برداریم. برای هر حرفی که مینویسیم اجبار نیستش که حتما باید خودکار، نوک خودکار روی کاغذ باشه و بر نداریم. خب M رو به این شکل می نویسم، میام جلو خودکارم یا خودنویسم رو بر می دارم، O رو می نویسم به این شیوه، J رو هم می نویسم. کاپر پلیت با کرسیو مشابهت هایی داره ولی عیناً اون نیستش. فرق های این دوتا خط با اینکه شبیه هم هستن اما زیاده. مثلا ببینید طرز نوشتن A اینجا با خط کرسیو کلاً فرق میکنه. آخرش میتونیم یه همچین حرکتی هم بهش اضافه کنیم. خب ما خودنویس نوشتم اینو، حالا میخوام براتون اینو با خودکار بیک 1.6 هم خوشنویسی کنم که خیلی جذاب هستش و طرفداران بسیار بسیار زیادی هم داره. خب این قسمت از حرف M نازک نوشته میشه. اینجا که میخوام بیام پایین اندکی ضخامت میدم، دوباره با نازکی میرم به سمت بالا، اندکی ضخامت میدم میام پایین، دور میزنم میرم جلو، O رو مینویسم. وقتی برمیگردم یه مقدار ضخامت میدم، اینجا یه نقطه ای میزنم میام جلو با قوس، حرف J رو به این شکل مینویسم، میام جلو، A رو مثل حرف O می نویسم. تفاوتش اینه که اینجا نقطه نمیذارم، این خطم رو اتصال میدم تا A خونده بشه. و حرف N. به این زیبایی میتونیم موژان رو خوشنویسی کنیم. خب این آموزش امیدوارم براتون مفید باشه. حتما برای دیدن ویدیوهای بیشتر و حمایت از من کانالم رو سابسکرایب کنید و اگه دوست دارید اسمتون نوشته بشه توی کامنت ها برام من بنویسید تا در ویدیوهای بعدی اسم شما رو با خطهای مختلف بنویسم. موفق و پیروز باشید.